سلام بر همه دوستکای عزیزم. امروز آماده ساختم براتون یک کرایی مزه‌دار و هم بسیار به طرز تهیه آسان که قدر وقتتان نمیگیره. فوق العاده مزه‌دار آماده بود. پس بیایم ببینیم که این کرایی مزه‌دار چگونه آماده شده و کدام موادش لازم است. اینجا در یک دیگ ما 2 گیلاس روغن اضافه کردیم. ما قلم متوسط ماندیم. تقریبا 4 پوند گوشت مرغ اضافه کردیم که 2 کیلو میشه. برای 10 دقیقه بر روی روغن نمی رقم سرخش کنید که خامبویش و سرخیش از بین بره. مرغ زودتر سرخ شود. ایش اول اضافه میکنیم 1 قاشق نمک. برای 5 دقیقه دیگه خوب مخلوطش میکنیم و اضافه میکنیم 1 عدد آب لیمو و اضافه میکنیم سیر به قدر ضرورت که منجا 12 عدد سیر اضافه کردیم. برای 5 دقیقه دیگه به این رقم شکل خوب مخلوط کنین و اضافه میکنیم 3 عدد ال صرف به خوشبویش و هم اضافه میکنیم 1 گیلاس ماست. به این رقم شکل خوب مخلوطش کنین. سرش بسته کنین برای 10 دقیقه که مرغ نرم شود. اینجا کرایی مرغ 90% نرم شده. ببینین که گوشش چقدر با آسانی توته میشه و کرایی دیگه مزه‌دار بسازیم. اضافه میکنیم مرچ تن. شما به قدر ضرورتتان اضافه کنین و اضافه کنین 1 گیلاس آب گشنیج و اینجا قاشق استفاده نکنین. به این رقم شکل مخلوطش کنین. اگر خواستین که کرایی مرغ دیگه تند بخورین، من اینجا اضافه کردیم 1 قاشق چای خوری مرچ سیاه، 1 قاشق چای خوری مرچ سرخ و هم 1 عدد لیمو را به این رقم شکل باریک متوتش کردیم. مخلوطش کنین. برای 5 دقیقه بانین که آبش خشک شود. اگر خواستین به این رقم شکل شما هم میتونین نوش جانش کنین. ایستان خواهش میکنم که این کرایی مرغ در خانه یک بار آماده کنین. مطمئن هستم که آنقدر از خوردنش لذت میبینین. تشکر میکنم که ویدیو رو تا آخر دیدین. پس ویدیو رو یک لایک بزنین که دوستکا و فامیلیتان شریک بسازین. خداحافظتان تا ویدیوی بعدی. دوستتان دارم.